با سلام خدمت دانشجویان عزیز، با شما هستیم با مبحث آخر از آناتومیکال ترمینولوژی، مبحث آناتومی زبان لاتین رو با عنوان جمع‌ها به پایان میرسونیم. خب ما توی ویدیوهای قبلی اسامی رو گفتیم، صفات رو گفتیم، اسامی دیکلنشنسر رو گفتیم، دیگه رسیدیم به مبحث آخرش که در رابطه با جمع هاست. اینکه شما یک اسم رو به چه شکل در حالت نومینتیو یا همون ایمیتنی پادیژ و یا در حالت جنتیو یا همون رایتنی پادیژ جمع بکنید، هم یک اسم رو و هم یک صفت رو. تو قسمت اول جمع اسم و صفت رو برای ایمیتنی پادیژ عنوان میکنیم و در قسمت بعدی جمع اسم و صفت رو برای رایتنی پادیژ عنوان میکنیم. خب ببینید، برای جمع بستن اول ابتدا اسم ها رو میگم، بعد صفات رو برای ایمیتنی پادیژ. شما زمانی که میخواین یک اسم یا یک صفت رو جمع ببندین، ابتدا لازم ریشه اون اسم یا صفت رو به دست بیارین. خب توی مبحث اسم ها من ریشه یابی اسم ها رو بهتون گفتم به چه شکل به دست میاد. به همون شکلی که شما اسم رو باید ببرین به حالت رایتنی پادیژ و در رایتنی پادیژ یا جنتیو پایانی رایتنی رو بر اساس جدول حذف کنید. زمانی که این کار رو انجام بدین ریشه اسم به دست میاد. برای صفات هم که خب صفات در گروه های مختلف ریشه هاشون به روش های مختلفی به دست میومد. مثلا ریشه صفات گروه 1 یا گروه 2 با حذف پایینه جنسیتی اون اوس آوم یا ایس به دست میومد، یا صفات استثناء گروه 1 و استثناء گروه 2 هم که دیگه ریشه یابیشون رو گفتم. استثناء گروه 1 کلمات رو می‌بینید به حالت مؤنثی، اون پایینه مؤنثی رو برمی‌داشتیم ریشه به دست میومد. برای استثناء گروه 2 هم که بعد از حالت رایتنی به ریشه میرسیدیم، ایسش رو برمی‌داشتیم، سیمپلکس ایس رو برمی‌داشتیم، سیمپلیک ریشه میشد. یا مثلا صفات تفضیلیه تر ریشه هاشون همون حالت مذکر مؤنث ایمیتنی پادیژشون بود، نومینیتیو کیسشون بود. مثلا سوپریور، خود سوپریور میشد ریشش، یا مثلا مینور ریشش میشد خود مینور، مثلا مایوس ریشش میشد مایور، همون حالت ایمیتنی مذکری و مؤنثیشون. اما یا مثلا ریشه صفات عالیه ترین هم دوباره با حذف پایین جنسیت این صفات گروه 1 به دست میومد. تمامی صفات دیگه گفتم چجوری ریشه هاشون به دست میاد. زمانی که ریشه رو به دست آوردین، این پایانه هایی که توی این جدول میبینید رو برای اسم ها استفاده میکنید. پس این جدول پایانه های جمع در ایمیتنی پادیژ یا نومینیتیو برای اسم هاست. هر دیکلنشن با توجه به جنسیتی که دارا هست پایانه های مختلفی میگیرن. پس بدین معنی که اگر شما یک اسم خواستین جمع ببندین در حالت نومینیتیو، نه تنها شماره دیکلنشنش و جنسیتش رو باید بلد باشید که بدونید چه پایینه‌ای بدید، بلکه باید ریشش رو هم بلد باشید. مثلا مثال میزنم براتون. کلمه فوسا، فوسه، فمینین، کلمه رو من مینویسم. خب لازمه شما علاوه بر این که شماره دیکلنشن و جنسیتش رو بلد باشی، ریشش هم بلد باشی. خب کلمه دیکلنشن 1، من اگر پایانش رو بردارم ریشش به دست میاد، فوس میشه ریشش. چه جنسیتی داره؟ جنسیت فمینینی دیکلنشن 1 هست. من به ریشه که فوس باشه باید چه پایانه‌ای بدم؟ باید پایانه آ بدم. و پایانه آ که دادم یعنی فوسه، برای جمع میتونی پادیژ پی ال یعنی پلورال، جمع میتونی پادیژ استفاده میشه. ناگفته نمونه که فوسه رو برای مفرد جنتیو هم در نظر میگیریم. پس اینجا به عنوان نکته 1 میتونیم بنویسیم که مفرد رادیتلنی اسامی دیکلنشن 1 با جمع ایمیتنی پادیژشون یا با جمع نومینیتیوشون برابره. دیکلنشن 2 مذکری آی میگیرن، مثل موسکولوس آی میگیره، موسکولوس میشه موسکولی، موسکول میشه ریشه، موسکولی میشه جمع نومینیتیوش. دوباره اینها هم مثل دیکلنشن 1 مؤنثی جمع ایمیتلنیشون با مفرد رادیتلنیشون برابره، که دوباره تو نکته 1 میتونید این رو یادداشت کنید. اما دیگه در خنثا به این شکل نیست. خنثا آ میگیرن. مثلا لیگامنتوم میشه لیگامنتا، لیگامنتوم ریشه میشه لیگامنت. چرا؟ چون ببرمش به حالت جنتیو میشه لیگامنتی. آیا که بردارم لیگامنت میشه ریشه، به لیگامنت ریشه آ که بدم میشه لیگامنتا. جمع لیگامنتوم، جمع نومینیتیو لیگامنتوم میشه لیگامنتا. پس به عبارت دیگه مفرد ایمیتنی پادیژش میشه لیگامنتوم، جمع ایمیتنی پادیژش میشه لیگامنتا، یعنی رباط ها. دیکلنشنس مذکری و خنثی هاش، مذکری ها و مؤنثی هاش ای اس میگیرن. همه کلماتی که
توی ویدیوی قبلی تحت عنوان مذکری ها و مؤنثی ها بهتون گفتم اگر ریشه‌شون رو به دست بیاریم و به ریشه ایس بدین اون کلمه جمع میتنی پادیاژ میشه. مثل کلمه، خیلی کلمه داریم توی مذکری ها و مؤنثه دیکلنشن 3، مثلا مثل کلمه فلوس، فلوریس، اوریس میگیره در ارپه و مذکر دیکلنشن 3 هست. خب اولین کاری که من باید بکنم ریشه‌شو باید به دست بیارم. گفتم ریشه زمانی میبریش تا حالت مفرد جنتیو میشه فلوریس، یعنی اوس که برداری اوریس اضافه کنیم میشه فلوریس. فلوریس ارپه مفرد هست، سینگولار هست. ریشه رو به دست میارم میشه فلور، فلور میشه ریشه. حالا من به ریشه چه پایینه‌ای میدم؟ پایینه ایس میدم. پایینه ایس که بدم میشه فلورس و فلورس میشه میتونی پادیاژ جمع، یعنی فلوس مفرد ایپه، فلورس جمع ایپه. و به همین شکل برای خنثی ها، یعنی خنثی های دیکلنشن 3 شبیه خنثی های دیکلنشن 2 همون پایانه آ رو میگیرن، به غیر از یک کلمه رتیس که اون خنثی دیکلنشن 3 هست و برای جمع ایا میگیره، میشه رتیا. اون حالا به عنوان یک استثناء بعداً یه جا بنویسین. مثلا دیکلنشن 3 خنثی مثال بخوام بزنیم مثل کاپوت، یک دیکلنشن 3 خنثیه. کاپوت، کاپیتیس، نوتر. خب ریشه رو من بخوام به دست بیارم میبرمش توی ارپه مفرد میشه کاپیتیس، یعنی یوتو که بردارم ایتیس که اضافه بکنم میشه ارپه مفرد یا همون جنتیو مفرد کاپیتیس. از ارپه مفرد میخوام به ریشه برسم، چون همیشه گفتم برای ریشه یابی بعد از ارپه مفرد اقدام بکنیم. برای اسم و برای صفات که اول ویدیو گفتم باید چیکار کنید. برای اینکه بخوام ریشه رو به دست بیارم توی ارپه مفرد ایسا برمیدارم، کاپیت میشه ریشه. حالا به کاپیت ریشه باید پایانه مورد نظر بدم، یعنی پایانه آ رو بدم، بنابراین میشه کا پی تا. کاپیتا چیه؟ جمع ایپه هست. مفرد ایپه کاپوت، جمع ایپه کاپیتا. کاپوت یعنی سر، کاپیتا یعنی سرها. اینم برای خنثی دیکلنشن 3. و مذکری های دیکلنشن 4 اوس میگیرن، یعنی شبیه به مفرد ایپه و مفرد ارپشون. اگه خاطرتون باشه مذکری دیکلنشن 4 هم در حالت مذکری هم در حالت ایپه مفردیشون و هم در حالت ارپه مفردیشون اوس میگرفتن. مثلا پروسسوس، ما داشتیم پروسسوس ماسکولین، یعنی ما پروسسوس رو به عنوان زائده، به معنی زائده توی آناتومی هم زیاد کاربرد داره. پروسسوس ماسکولین و پروسسوس رو مفرد ایپه در نظر میگرفتیم، اوسش رو دوباره مفرد ارپه در نظر میگرفتیم. الان دارم به شما میگم که جمع ایپه اینها هم دوباره همین پروسسوسه، یعنی دوباره پایانه اوس میگیره. به عبارت دیگه توی نکته 2 میتونید یادداشت بکنین که مذکری دیکلنشن 4 مفرد ایپشون، یعنی مفرد نومینتیوشون با مفرد رادیترنیشون، یعنی مفرد جنتیوشون با جمع ایمیترنیشون هر سه تاشون یکیان، برابرن. همون 14-15 تا کلمه که بهتون گفتم، البته مذکرشون 12 تا بودن. همین اون 12 تا کلمه این سه حالتشون مفرد ایپه، مفرد ارپه، جمع ایپه، همشون به یک شکله. توی نکته 2 میتونید یادداشت کنید. اوآ برای همون دو تا کلمه کورنو و گنو بود که میشد کورنوا و گنوا، جمع ایپشون کورنو کورنوس نوتر، گنو گنوس نوتر. دو تا کلمه دیکلنشن 4 بودن، دو تا بیشتر نداشتیم که حالا جمعشون پایینه اوآ میگیره، یعنی کورنوا و گنوا. در نهایت دیکلنشن 5 مؤنثی هم پایینه ایس میگرفتن، عین مفرد ایپشون، یعنی مفرد ایپه دیکلنشن 5 پایینه ایس میگرفت، جمع ایپشون هم من میگم جمع پایینه ایس میگرفت. پس به عنوان نکته 3 میتونید یادداشت بکنین که در دیکلنشن 5 که ما یک کلمه هم بیشتر نداشتیم، فاتسیه فمینین، این کلمه فاتسیه فمینین یک کلمه بیشتر نداشتیم، فاتسیس رو ما هم میتونیم به عنوان مفرد ایپه در نظر بگیریم، هم به عنوان جمع ایپه.
هم مفرد ایپه هست هم جمع ایپه هست. چرا؟ چون برای جمع ایپه هم دوباره پایانه ES به ریشه میگیره. خب اگه ریشه همون فات در نظر بگیریم، فات CS هم میشه مفرد ایپه هم مفرد هم جمع ایپه. پس تو نکته 3 هم میتونید یادداشت بکنید که در دیکلنشن 5 مؤنثی ایپه مفرد جمعی یکی هستن. خب این هم برای اسامی. تمام این نکات در رابطه با جمع اسما برای مذکری برای ایمیتنیپادیاژ بود که در هر 5 تا دیکلنشن بررسیشون کردیم. مثالی هم که براتون نوشتم دقیقاً می‌بینید. اسم رو نوشتیم، زمانی که اسم رو می‌نویسی اول مشخص می‌کنی که در چه دیکلنشنی با چه جنسیتی، ریشه‌ش رو به دست میاری و بعد با توجه به جنسیت و دیکلنشنش پایین مورد نظر از جدول قبلی باید یادداشت کنیم. خب این برای جمع اسم‌ها در ایپه یا در همون نومینتیو. برای جمع صفات در ایپه شما یه همچین جدولی دارید. کلا برای اسم‌ها یه جدول، برای صفات هم یه جدول دارید. فقط کافیه شما این پایانه ها رو به در واقع اسامی بدین و به صفات بدین. زمانی که این پایانه ها رو بدین در نهایت اسم یا صفت شما جمع بسته میشه به راحتی. فقط خاطرتون باشه زمانی که اسمتون جمعه دیگه باید صفت جمع براش استفاده بکنید. یعنی تطابق گرامری رو دیگه حتما لحاظ بکنین زمانی که اسم هم جمع به کار میبرین. خب پایانه های جمع برای صفات به همون شکلی که تو جدول میبینین، صفات گروه 1 و عالیه ترین چون الگوی دیکلنشنشون 2 1 2 بود همونطور که گفتم پایانه های یکسان میگیرن. آی ا آ. مثلا لانگوس رو دوباره مثال میزنم، میشه لانگی، لانگه، لانگا و این میشه برای جمع نومینتیویه یا جمع ایمیتنیپادیاژ لانگوس. یا صفت عالیه ترین مثلا مثل لاتیسیموس میشه لاتیسیمی، لاتیسیمه، لاتیسیما. اینجا دیگه به عنوان مثال میتونیم بنویسین ایپه مفرد، ارپه مفرد، ایپه جمعش این بودی که بهتون گفتم. صفت گویی مثلا لانگوس اینجا بنویسین لانگوس، لانگا، لانگوم. ارپش میشه لانگی، لانگه، لانگی. مفردش رو که گفتم قبلا بهتون ایپه و ارپش رو. حالا جمع ایپش هم یا جمع نومینتیوش هم میشه لانگی، لانگه، لانگا برای هر سه تا جنسیت مذکر مؤنث خنثی. صفت عالیه ترین هم که گفتم لاتیسیموس، لاتیسیما، لاتیسیموم، لاتیسیمی، لاتیسیمیه، لاتیسیمه، لاتیسیمی و لاتیسیمی، لاتیسیمه، لاتیسیما برای عالیه ترین. صفات گروه 2 یا همون صفات تایپ فرونتال بودن. اینجا یادداشت کنید. مذکر و مؤنثشون ای اس میگیرن، خنثیشون ایا میگیرن. مثلا فرونتالیس، فرونتاله داشتیم. خب این صفت برای ایپه مفرد، ایپه سینگولار چی میشد؟ همین فرونتالیس بود دیگه. فرونتالیس و فرونتاله بود که گفتیم فرونتالیس رو برای مذکر مؤنث استفاده میکنیم، فرونتاله رو برای خنثی. اینو قبلا توی مبحث صفات بهتون گفتم. این برای مذکر و مؤنث بود، این برای خنثی. خب رایتنیش هم که دوباره همونجا بهتون گفتم که ارپه مفردشون هم ارپه سینگولارشون هم فرونتالیس رو برای هر سه جنسیت مذکر مؤنث خنثی استفاده میکردیم. مذکر مؤنث خنثی استفاده میکنیم برای ارپه مفرد. حالا الان دارم بهتون میگم برای جمع ایپه یعنی ایپه پلورالشون چه پایانه‌ای میدی؟ به فرونتال که ریشه هست پایانه ES و EA میدی که ES رو برای مذکر مؤنث استفاده میکنی، فرونتالیا برای خنثیش. فرونتالیس برای مذکر و مؤنث، فرونتالیا برای خنثی‌هاش استفاده میشه. این هم برای صفات گروه 2 اینجا میتونیم بنویسین و صفات تفضیلی تر هم در نهایت پایانه های مذکر مؤنثی شبیه به صفات گروه 2. فقط خنثی اینا به جای اینکه ایا بگیرن آ میگیرن. مثلا صفت سوپریور، پاستریور، اینفریور، مایور، مینور، همه این دسته صفات این پایانه ها رو به ریشه هاشون باید بدیم. فراموش نکنید که ریشه این دسته از صفات همون حالت مذکر مؤنث ایمیتنیپادیاژشون هست. به این شکل ببینید. یه مثال هم بنویسم براتون. مثلا کلمه
سوپریور سوپریوس. ریشش اینجوری نوشته میشد، دیکشنری فرمش اینجوری نوشته میشد دیگه. خب حالا ایپی مفردیش سینگولارش چی بود؟ خودش سوپریور و سوپریوس که گفتم سوپریور رو برای مذکر مؤنث استفاده میکنی، یعنی اگه اسم مذکر مؤنث باشه، سوپریوس رو برای خنثی. رادیتلنیشون چی میشد؟ رادیتلنی مفردشون، رادیتلنی سینگولارشون همونجا بهتون گفتم که ریشهشون رو به اضافه پایانی ارپه میکنی. ارپه سازی گفتم دیگه، یعنی به سوپریور شما کافیه یک ایس بدین بشه سوپریوریس و این سوپریوریس برای هر سه حالت مذکر مؤنث خنثی اسم در حالت رادیتلنی مفرد استفاده میشه. رادیتلنی مفرد همونطور که دوباره گفتم، دوباره تکرار میکنم، سوپریوریس چرا شد؟ چون به سوپریور که ریشهشون هست، چون گفتم دیگه حالت مذکر مؤنث صفات تفضیلیه تر همون حالت ریشهشون هم حساب میکنیم. پس ما به سوپریور که مذکر مؤنث ایمیتنی پادیج یا نومیناتیو کیسشون هست کافیه پایینه ارپه بدیم. پایینه ارپه صفات تفضیلی هم ایس بود، میشه سوپریوریس. هر سه جنسیت مذکر مؤنث خنثی برای ارپه مفرد استفاده میشه. اما ایپی جمعشون چجور میشه؟ ایپی جمع اینجا، ایپی جمعشون باید دوباره به ریشه که دوباره همون حالت مذکر مؤنث خنثی مذکر مؤنث ایمیتلی مفردیشون هست پایینه چی بدیم؟ ایس و ای آ، یعنی میشه سوپریورس و سوپریورا. یعنی سوپریورس رو ما برای دوباره مذکر مؤنث استفاده میکنیم و سوپریورا رو برای خنثی اسم. به این شکل. اینم برای جمع صفات در حالت نومیناتیو. پس این پایانه ها رو در نظر داشته باشید. اینجا دوباره همون مثالیه که بهتون گفتم. مثلا این اون بالا رو که به همون شکله، فقط این مینور و مینوس هم در نظر داشته باشید بچه‌ها. مینور برای جمعش، جمع ایپه، خود مینور ریشش حساب میشه. پس جمع ایپه برای مذکر مؤنث به خود مینور ای اس میدم، مثل سوپریور که ای اس دادم شد سوپریورس، میشه مینورس. اما به مینوس دیگه من مجاز نیستم به مینوس پایانه ای بدم. مینوس ریشش میشه مینور و به مینور من بعد آ رو بدم. ببینین این پایانه آ صفات تفضیلی برای خنثی استفاده میشه، یعنی به مینوس. اما ریشه مینوس مینور هست و ریشه مایوس مایور هست. پس من به مینوس نمیتونم پایانه ای بدم، بعد به مینور، اینا براتون نوشتم که ریشش میشه مینور، به مینور آ میدم میشه مینورا. خیلی حواستون باشه، من زیاد دانشجو داشتم که تو این مورد اوس و خط زدن، به جای اینکه به مینور آ بدن به مین آ دادن و کلمه که به دست آوردن مینا بوده که کلا پرته از داستان. خب بچه‌ها تو قسمت قبلی ما جمع اسم و صفت رو برای نومیناتیو گفتیم، اما جمع اسم و صفت برای رادیتلنی به چه شکل خواهد بود؟ برای جنتیو ببینین الگوی جمع بستن همونه، فقط پایانه ها فرق میکنه. یعنی تنها تفاوتش فقط در نوع پایانه هاشه، وگرنه شما در جمع نومیناتیو و در جمع جنتیو فرمول اینه که شما به ریشه پایانه مورد نظر رو بدین و کلمه جمع بسته میشه. به نظر شخصی خود من جمع رادیتلنی به مراتب راحت‌تر از جمع ایمیتلنیه یا جمع جنتیو بهتر از جمع نومیناتیویه. چرا؟ چون مثلا به عنوان مثال توی اسما، حالا اول اسما رو میگم بعد صفاتو، مثلا توی اسما شما زمانی که میخواین یک اسم جمع جنتیو بکنی یا جمع رادیتلنی بکنی فقط شماره دیکلنشن اسمو باید بدونی و پایین مورد نظر رو به شماره دیکلنشن با توجه به شماره دیکلنشنی که داره بدی. ولی تو جمع ایمیتلنی یا همون جمع نومیناتیو علاوه بر شماره دیکلنشن بعد جنسیت کلمه هم میدونستی. اما اینجا راحته. مثلا دیکلنشن 2 همشون چه مذکریاشون چه خنثیاشون اروم میگیرن، ولی تو دیکلنشن توی جمع نومیناتیو مذکریا پایانی آی میگرفتن، خنثی پایانی آ میگرفتن، یعنی جنسیت لازم بود بدونی، ولی اینجا دیگه جنسیت مهم نیست، هر دو جنسیت اروم میگیرن. این نکته اول. نکته دوم، چند تا مثال میزنم. مثلا فوسایی که من مثال زدم که جمع ایمیتلنیش شد فوسه، حالا جمع جنتیوش یا جمع رایتلی میشه فوساروم، یعنی به فوس که ریشه است آروم میدی میشه فوساروم. یا اروم، مثلا موسکولوس رو که مثال زدم، موسکولی به عنوان مفرد ارپه و جمع ایپه نوشته میشه. حالا جمع
ارپش یا جمع جنتیوش میشه موسکولوروم، یعنی به موسکول ریشه پایینی اوروم میدی و فرق نمیکنه. مثلا یه خنثایی هم از دیکلنشن 2 مثال بزنی، مثل کلمه لیگامنتوم. لیگامنتوم مفرد ایپه همون نومیناتیو، لیگامنتا شد جمع ایپه، مفرد ارپش شد لیگامنتی، جمع ارپه لیگامنتوروم، به لیگامنت ریشه اوروم میدی، لیگامنتوروم. دیکلنشن 3 اوم و ایوم میگیره. حالا چه زمانی اوم و چه زمانی ایوم میگیره بهتون میگم. دیکلنشن 4 و 5 هم اوم و اروم میگیره. مثلا پروسسوس میشه پروسسوم. دیگه تنها حالتی که فرق میکنه همین اوم هست توی دیکلنشن 4. دیکلنشن 4 مفرد ایپه با مفرد ارپه با جمع ایپش ستاش یکی بود، فقط جمع ارپش اینجا اوم میگیره که اونجا سه حالتش یکسان بود. دیکلنشن 5 هم اروم میگیره. مثلا فاتسیس میشه فاتسی اروم. دیکلنشن 4 خنثاش هم باز همین اوم میگه. مثلا کورنو میشه کورنوم یا گنو گنوم به این شکل. اما او و ایوم چه زمانی میگیرن برای دیکلنشن 3 برای جمع ارپه؟ خب ببینیم بچه‌ها، ما یه زمانی در دیکلنشن 3 برای جمع جنتیو یا اوم میگیرن یا ایوم میگیرن. چه زمانی اوم یا ایوم میگیرن؟ برمیگره روی ریشه و پایانه هایی که ریشه در انتها داره. مثلا ما یه کلمه داریم، کلمه دنس، دنتیس ماسکولین، یا مثلا یه کلمه مثل فورامن، فورامینیس نوتر. جنسیت ربطی نداره، چون برای جمع جنتیو یا جمع ارپه ما کاری به جنسیت نداریم. خب ریشه اولی اگه بخوایم به دست بیاریم میبریمش توی ارپه مفرد. توی ارپه مفرد خب دنتیس میشه، ایسش که برداریم ریشه میشه دنت. برای به دست آوردن ریشه این یکی هم میبریمش توی ارپه مفرد میشه فورامینیس و فورامینیس ایسش که برداریم فورامین میشه ریشه. پس دنت و فورامین شد ریشه. خب در انتهای ریشه ما نگاه میکنیم چند تا صامت داریم. برای حالت اولی ما در انتهای ریشه 2 تا صامت داریم، N و T. پس باید به ریشه ایوم بدیم برای جمع جنتیو. در فورامین انتهای ریشه ما یه دونه صامت داریم، N. آی که مثبت بود، اینجا هم ای که مثبت. یه دونه صامت داریم، پس باید اون بدیم. پس فورامین میشه فورامینوم و دنت میشه دنتیوم. به این شکل جمع بسته میشه. یعنی تفاوت اوم و ایوم زمانیه که ریشه یه صامت داشته باشه یا 2 تا صامت داشته باشه. همین مثلا ما در زبان روسی هم داریم. زمانی که مثلا در زبان روسی ما یک کلمه به 2 تا صامت ختم میشه، حرف اضافه اگه بخوایم بیاریمش، براش بیاریم، ما اون رو حرف اضافه رو با یک مصوت میاریم. مثلا تو داتلین پادیاژ ما زمانی که میخوایم بگیم بیا به پیش من، کار رو که استفاده میکنیم خب ضمیرش مینیه هست دیگه. 3 تا صامت کنار همه. نمیگیم کمنیه، میگیم کامنیه. یه مصوت میاریم. این مصوتی که میاریم نقش همین مصوتی داره، اضافی داره که ما میاریم اینجا برای تلفظ راحته به قولی. خب اما این برای جمع اسامی، برای جنتیوشون. برای صفات، برای جنتیو دوباره از یه همچین جدولی پیروی میکنیم به این شکل که این پایانه های جمع جنتیو رو برای صفات دوباره به ریشه هاشون اضافه میکنیم. یعنی چی؟ ببینین صفات گروه 1 و عالیه ترین چون دوباره الگوی دیکلنشنشون یکی هستن، پایانه های اوروم آروم اوروم بهشون میدیم. مثلا همون لانگوس رو مثال بزنیم. لانگوس میشه لانگوروم، لانگاروم، لانگوروم. به لانگ ریشه این پایانه ها رو میدیم. صفت جمع بسته میشه در جنتیو. برای صفات گروه 2 برای هر سه جنسیت ایوم میدیم و برای صفات تفضیلی تر هر سه جنسیت اوم میدیم. مثلا صفات گروه 2 فرونتالیس، به فرونتال ایوم میدیم میشه فرونتال دیوم، به فرونتال ریشه. و صفات تفضیلی تر اوم میدیم، مثلا مثل سوپریور میشه سوپریوم. مثلا مایور رو من مثال بزنم چون اکثر بچه‌ها تو این 2 تا کلمه اشکال دارن. مایور، مایوس، این دیکشنری فرمشه، صفت تفضیلی تر هم هست.
از من میخوان که مایوس رو جمع ببندم، جمع جنتیو ببندم. خب چیکار میکنم؟ مایوس رو میگم ریشش چون صفت تفضیلیه تره میشم حالت مذکر مؤنث ایپه مفردیش، یعنی مایور. حالا به مایور میخوام چیکار کنم؟ مثلا اینجا مینویسم جمع، این که ریشه شد. مایور رو میخوام جمع ارپه کنم. چیکار میکنم؟ به ریشه پایانه مو میدم، میشه مایوروم. یعنی جمع ارپه مایوس میشه مایوروم. خیلی مهمه که شما اینو ریشه رو در نظر داشته باشین که ریشه صفات تفضیلی میشه همون حالت مذکر مؤنث مفرد ایپشون. خب اینم برای صفات تفضیلی تر و کلا گروه تمامی صفات برای جمع جنتیوشون. دیگه شما تنها کاری که باید بکنین فقط تطابق گرامریه. یعنی اگر به شما عباراتی دادن و به شما گفتن که این عبارت رو از روسی به لاتین ترجمه کن، باید ببینید که عبارت در چه جنسیتی عبارت در چه پادیاژی نوشته شده و این پادیاژ زمانی که میخوای بیاریش داخل حالا لاتین آیا مفرد یا جمعه، در خود حالتش ببین مفرد یا جمعه، چه حالت روسی باشه چه انگلیسی. اگه روسی باشه که پادیاژ استفاده میشه، تو در ترجمه دیگه حق نداری دست به پادیاژ بزنی، چون مثلا همون پادیاژی که تو روسی نوشته شده تو با حفظ همون پادیاژ میاریش در لاتین. ولی در روسی در انگلیسی به جای پادیاژ میان کلمه آو استفاده میکنن. بچهای کورس انگلیسی حواستون باشه بعد از آو هر کلمه اومده بود میره در ارپه چون مالک جمله است، یا بهتر بگم میره در جنتیو، و قبل از آو میره در نومینتیو یا همون ایپه. حالا ممکنه جمع استفاده بشه. مثلا مثال میزنم، میگن the muscles of، مثلا یک کلمه جمع ماهیچه های مثلا پاها، یا مثلا ماهیچه های دست ها. ماهیچه های دست ها باز بهتره. ماهیچه های دست ها چجوری استفاده میکنم؟ میگن the muscles، میخوام جمع استفاده کنم، muscles of hands. هر دوتا جمع. قبل از آو جمع نومینتیو، بعد از آو جمع جنتیو. چجوری ترجمه میکنم به لاتین؟ muscles جمع نومینتیو باید استفاده کنم، این نومینتیو جمع باید استفاده کنم، این جنتیو جمع باید استفاده کنم. چجوری استفاده میکنم؟ نومینتیو جمع ماسلز که میشد موسکولوس چی بود؟ موسکولی. توی قسمت قبل بهتون گفتم موسکولوس جمع نومینتیوش میشه موسکولی چون مذکره، میشه موسکولی. هنز میشه مانوس مسکولین. مسکولین دیکلنشنه، ببخشید فمینین دیکلنشن 4. جمع جنتیو میخوام ببندم، اسمم هست، دیکلنشن 4 هم هست. اینا اینجا چه پایینه میگیره؟ اون میگیره. چرا باید جمع جنتیو کنم؟ چون بعد از آوه. پس میشه موسکولی مانوم، یعنی به ریشه مان اون میدی، میشه مانوم. موسکولی مانوم ترجمه شد به لاتین. پس توی انگلیسی باید حواست به آو باشه، ولی توی روسی نه دیگه. توی روسی میان هنز رو هم توی حالت جمع ارپه استفاده میکنن و تو میدونی خب جمع ارپه است، پس جمع ارپهش هم مینویسی. ماسلز هم دوباره در حالت جمع ایپه استفاده میکنن، فرقی نداره. با حفظ پادیاژ تو کار رو انجام میدی. بنابراین بچهای کورس روسی مقدار کارشون راحت تره، چون میدونن چه پادیاژی رو باید استفاده بکنن. حالا فقط مفرد جمعش رو باید توجه کنن. بچهای کورس انگلیسی باید نسبت به آو بسنجن. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، حالا بعضی از دانشگاه مخصوصا دانشگاه رودن میان یه کاری میکنن، به جای اینکه بیان بگن muscles of hands میگن hands آپوستروف اس میدن muscles. یعنی میان کلمه رو جا به جا میکنن، میگن hands muscles، آپوستروف اس به مالک میدن و میارنش قبلش. تو باید بدونی hands muscles در واقع همون muscles of hand و بعد طبق اون ترجمه بکنی. خب اینم از مبحث جمع ها. در قسمت لاتین ما دیگه
مورد دیگه ای نداریم برای لاتین و تمامی مباحثی که شما برای ترم اول در تمامی دانشگاه‌های روسیه رو لازمه بدونید ما توی این ویدیو جمع‌بندی کردیم و انشالله امیدواریم که مورد استفاده همگی قرار بگیره. خب دانشجویان عزیز، امروز 4/2/2024 ضبط و ریکورد تمامی فیلم‌های آموزشی درس لاتین هم به اتمام رسید. جا داره تشکر ویژه بکنم از تیم انجمن دانشجویان یووداکیمووا یا همون سماشکو سابق بابت اینکه این امکانات رو در اختیار ما قرار دادن تا بتونیم برای اولین بار در کل فدراسیون روسیه این کلیپ‌های آموزشی رو ضبط بکنیم و در اختیار شما دانشجویان عزیز بدون هیچ گونه چشم داشتی و به طور کاملا رایگان قرار بدیم. همچنین تشکر ویژه می‌کنم از آقای عسگری بابت تدوین و ادیت و همینطور کارگردانی این ویدیو. اگر در رابطه با نکاتی که گفته شد در طول ویدیوها سوالی داشتین یا رفع اشکال نیاز داشتین، میتونید با خود بنده در تلگرام، شماره تلگرام من نوشته شده، ارتباط بگیرید یا اینکه توی یوتیوب توی بخش کامنت ها سوال بپرسید. اینها به من ارجاع داده میشه و حتما من پاسخگو خواهم بود. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. بدرود.